مسئولان در اتاق زراعت و مالداری هرات میگویند که پس از برداشت 30% افزایش حاصلات انگور، حاصلات کشمیش نیز در این ولایت 30% افزایش یافته است. بشیر احمد بهادری رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات میگوید که دهقانان در این ولایت به خاطر افزایش حاصلات انگور و جلوگیری از خراب شدن حاصلاتشان تصمیم بر گرفتن کشمیش نموده‌اند و اما میگوید که 25,000 تن کشمیش امسال در هرات برداشت خواهد شد. کشمیش به حد پیمانی بسیار وسیع است در هرات پیش بینی میشه. آماری که ریاست زراعت هرات هم داده حدوداً 25,000 تن کشمیش در هرات این سال برداشت خواهد شد. با این حال دهقانان از حکومت میخواهند تا زمینه صادرات کشمیش را به خارج فراهم کنند. تولید کنندگان کشمیش میگویند که آنان با ایجاد کشمیشخانه ها کشمیش با کیفیت را تولید میکنند. این کشمیش ما که هست برای مصرف داخلی نداره، این خارجیه. راه پیدا کنه که می کشمیش ما صادر شه و دیگه کشور پاکستان، هند، خارجی. از سوی هم مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات از حمایت تجار سخن گفته و میگویند که در زمینه صادرات کشمیش تلاش‌ها جریان دارد. آمر امور زراعتی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات میگوید که این ریاست در تفاهم با ادارات زراعت تلاش دارد تا زمینه فروش و بازاریابی را برای کشمیش و انگور در این ولایت فراهم سازد. که سرمایه گذاری وکړي او موږ هم انشاءالله خپل وس و توان په دې رابطه باندې نه دریغو او همیشه کوشش کوو چې د دوی سره همکاري وکړو. گفتنی است که در حال حاضر 1500 تولیدی کشمیشخانه در ولایت هرات فعالیت دارد.